سلام و درود، خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قرار بهتون یاد بدم که چجوری ماینکرافت جاوا رو روی گوشی بازی کنید. خب شما نیاز دارید به برنامه فولدکرافت لانچر. برای نصب این برنامه باید بیاید داخل گوگل، بزنید دانلود فور فولدکرافت لانچر. بعد سایت گیت هاب رو باز کنید و بزنید دانلود. خب حالا این مکعب در واقع مستطیل مردم این مستطیل سفید رو میزنید روش، شروع میکنه به دانلود کردن. دیتیلز رو میزنید و صبر کنید. البته شما صبر کنید، من که دانلود دارم. صبر کنید تا دانلود بشه. خب چون که من دارم، این دانلودش رو استاپ میکنم، میزنم روی ضبط و میرم داخل برنامه. خب داخل برنامه شما کاری که میکنید، میاید این ابر سفید که احتمالا برای شما مشکی یا همون سفید باشه میزنید روش و 1.21، حالا هر نسخه که شما دوست دارید میزنید روی 1.21 و هر مدلی که دوست دارید، فابریک، اپتیفاین، فورج یا هر چیز دیگه که شما دوست دارید بزنید. خب من چون که روی اپتیفاین بازی میکنم، اپتیفاین رو میزنم و گزینه اول رو دانلود میکنم و این گوشه بالا کنار فایل نیم که زده 1.21 سمت راستش یه ببخشید دانلودی داره که شما میزنید رون. خب چون که من 1.21 رو دارم و دارم روش بازی میکنم، نیازی نیست که دانلودش بکنم، پس من دانلود نمی کنم. شما اپتیفاین رو دانلود بکنید و اگرم کیلوبایت صفر شد یک بار کنسل کنید و سپس دوباره روی دانلود بزنید. این باگ برنامه است، خب خودش درست میشه. میاد قسمت ورد برای بازیاتون. 1.21 اگه بازی میکنید، هر نسخه‌ای که بازی میکنید رو انتخاب کنید. وان بلاک داره، اسکای بلاک یا هر چیزی که لاکی بلاک یا لاکی مپ، لاکی اسکای بلاک، از این نوع مپ ها زیاد داره داخل خود برنامه. قسمت ریسورس پک هم که 200 تا صفحه ریسورس پک داره برای تمامی ورژن ها، ولی من چون 1.21 بازی میکنم میزنم روی 1.21. فرش انیمیشن، مثلا من میخوام فرش انیمیشن رو دانلود کنم، این همه نسخه داره، از نسخه 1.12 تا به 1.21 که جدیدترینش هست. و برای اینکه راحت‌تر بتونید دانلود بکنید، شما میاد از همین قسمت فیلتر میزنید و نسخه خودتون رو میزنید که فیلتر بشه. دیگر اون نسخه هایی که مربوط به بازی شما نیست دیگه نیاد روی صفحتون و شما راحت تر بتونید برای خودتون اون ریسورس پک مورد نیاز رو دانلود بکنید. قسمت مود، حالا دیگه چیز داره دیگه، مود داره دیگه چیز خاصی نداره والا، مود داره دیگه چی میخواید داشته باشه. مینی مپ داره دیگه، همین دیگه، مینی مپ داره. چیز خاصی من دیگه پیدا نمیکنم. قسمت مود پک، بتر ماینکرافت، آرل کرافت. حالا اونایی که گوشیشون ضعیفه پیشنهاد نمیکنم، ولی اونایی که گوشیشون قوی هست و 120 fps به بالا رو پشتیبانی میکنه دانلود و نصب کنن. من خودم نه بلدم نه گوشیم بالای 120 fps رو دریافت میکنه. خب این از بخش ریسورس پک ها. شما میتونید قسمت ستینگ، لانچر ستینگ، این گزینه اول انگلیش رو میتونید فارسی کنید، حالا هر چیزی که شما دوست دارید. لانچرتون زبانش فارسی میشه، مثلا اینجا واسه من نوشته لانچ، دیگه نمینویسه لانچ، مینویسه راه اندازی. وقتی که زبانتون رو تغییر میدید باید یک بار برنامه رو ببندید و دوباره باز کنید. خب میزنیم لانچ میکنیم. راستی، وقتی میخواستید اپتیفاینتون رو دانلود کردید و رفتید
میخواستید برید بازی بکنید، از این قسمت شما میایید و انتخاب میکنید یک 21 فابریک یا یک اپتیفاین. من یک 21 که جدیدترین نسخه هستش رو بازی میکنم. حالا میزنیم روی لانچ و از فواید ریسورس پک های این بازی برای شما نشون بدم. برای شما این چنتینگ تیبله همین وسطه. خب شما نیازی نیست همین وسط بذاریدش بمونه، شما با انگشتتون روش نگه میدارید جابجا میکنید، حتی نیازی نیست اونقدر زیاد نگه دارید، همین که روش بخواید بزنید این ور اون ور کنید، ولی نباید دستتون کشید برداشته بشه. اگه برداشته بشه این پنل باز میشه که ادیت مود، میتونید مثلا این دکمه تیک چت رو باز میکنه، میتونید جابجا کنید یا بزنید روش و اینجا کار مهندسیشو بکنید و اینا. حالا ادیت مود رو خاموش کنید بعد از کار مهندسیتون. این هم شیفته، این هم شیفت میگیره، این مثل بدراک باید دوبار روش بزنید تا بشینه، این همون یک بار رو بزنید میشینه و نگه میداره. ای که اینونتوری باز میکنه، این بالای وسط هم کیبورد رو باز میکنه، اینتر هم که مشخصه، F5 برای شما همچین گزینه‌ای نداره و این موسشه دیگه. F5 رو میتونید از خود همین کرافتینگ تیبل اد بکنید و اگر حالت اسلایدی نمیخواید باشه که مثلا از سمت راست گوشی بکشید به مولتی پلیر یا سینگل پلیر یا برید توی آپشن بخواید ریسورس پک چیزی آن و آف بکنید، شما میتونید این F5 رو اضافه بکنید که مثلا همین که میزنید روی دکمه سینگل پلیر بره تو یا آپشن بره تو و همین، چیز دیگه این باقی نمیمونه. این هم که بخش ریسورس پک هاتونه. آن شو بله، وقتی هم که ریسورس پک آن یا آف میکنید مثل خود ماینکرافت جاوا واقعی، میره تا یه بار دیگه ماینکرافتتون رو لود بکنه. شما در اصل ریسورس پک ندید، این همش ریسورس پک های خودم بود که دانلود کرده بودم از برنامه. حالا میتونید بزنید مولتی پلیر، برید سرورهایی که اکانت مایکروسافت نمیخوان. بچه ها روی این لانچر اکانت مایکروسافت نمیشه ساخت. شما تی رو میزنید، یا خدا چقدر بک فایرشت اسلش لاگین رمز اکانتتون، اگر هم که نساختید میتونید اینجا طبق این تابلویی که نوشته درست کنید. اینتر رو میزنید و شما به سرور گیم ها متصل شدید. بدواز داره PvP کریتیو پارکور. آقا یه دقیقه نزن. پارکور GTA آرکی جولا که من نمیدونم که سنیم واقعا نمیدونم. خب حالا هر وقت و خلاصه اینجا هم بهتون خوش آمد میگه یا اسمش سلام گیم آپایار و این هم آیدی آپاراتشونه. آقا دنبال نکنید، ما بابتش پولی نمیگیریم، بعدش ما یوتیوبریم. بعد آره میتونید اینجا بچرخید برید بدوارزش هم باحاله. خلاصه از این کارا من دیسکانکت میشیم، میریم سینگل پلیر قسمت کریتیو. ثبت میکنیم وردمون باز بشه. این دایره راست کلیکه، میتونید باش بلاک بذارید. این زبدرم اتکه و این یکی از ریسورس پک های من هستش که به جز اپتیفاین روی چیز دیگه نمیاد، فقط روی اپتیفاین میاد و
خیلی چیز کاربردیه. مثلا شما میتونید از اون همه دور، اون همه، بازم دایمن قابل دیده، یا مثلا این کلا قابل دیده به زور، اونم آیرنان، اینم که چیز دیگه مس کاپر، اینم که زامبی هن. به به هواره، به به ما خیلی قشنگی، شاخ رفته تا قله آسمون. و همین دیگه چیز خاصی نداره این لانچر. وقتی اپتیفاین رو دانلود میکنید، ترجمه 1.21، وقتی تورچ رو دستتون میگیرید خودش نور میده دیگه، مثل بدراک نیستش که شما بخواید برید و تورچ که اصلا دست چپ نمیاد، همین دست راست بخواید برید ریسورس پک برید به زور گوز بخواد نور بده. زهر ما دارم ویدیو میگیرم، هر این طور گم شما معلوم چون دارم ویدیو میگیرم یکم لگه. و شما گیم بوست هم نمیتونید بزنید اگه شیائومی باشید، گیم بوست نداره. اگه این نوار سمت راست رو بکشید هیچ اتفاق خاصی نمیافته، فقط اون برنامه رو براتون بالا میاره. و حالا اینکه چجوری کاری کنیم این تورچ دستمون نور بده رو، میایید داخل ستینگ، آپشن، ویدیو ستینگ و برایتنس که باید تا آخر باشه، داینامیک لایتس و اینو آفه براتون، فست میکنید یا فنسی چجوریه تست نکردم فنسیش رو. این دایره تر میکنه دیگه، خلاصه این گردالی تره. اگه اینطوری حالت فست باشه مربعی طور داره نور میده، امیدوارم بفهمن چی میگم. و اون حالت دایره ایه. و همین دیگه. یه دونه شیدر هم خودش داره که آپشن، ویدیو ستینگ، اینا شیدر. شما میتونید شیدر هم از تو خود همین برنامه بریزید و ران کنید روی مپتون روی مپتون دانلود کنید یا اجرا کنید. RTX نریزین، گوشیتون میسوزه میفته تقصیر من. فریم ریت حتما باید روی آنلیمیتد باشه بچه‌ها که حد اکثر FPS تو شما بتونید دریافت کنید. و همین دیگه، چیز خاص دیگه ای نمیمونه. و بله، دیفیکالتی هم از اینجا میشه تغییر داد، پیسفول، ایزی، نورمال، هارد. قفلش هم بزنید دیس دیگه قفل کرده مثل هاردکور که دیگه نمیشه کریتیو اینا کرد، مگر اینکه بخواید الاوچیت بزنید و کریتیو کنید. اسکین کاستومایز هم که خب نیاز به توضیح نداره، جت پک، هت، تغییرات ظاهری تونه. و بله همین، موزیک و اینا که موزیک چیز خاصی نیست الان نمیگه. موزیک، بلاک و دیوایس سیستم اینا. از بخش ریسورس پک هم شما میتونید هرچی که دوست دارید و آن بکنید. این مثلا میتونه بیاد بالا 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 بالا، این برای بدوارزه. بیا بالاتر، بیا بالا 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 بالا، تا ناقانجا بالا. خب چون که خیلی پایین بود کار نمیکرد. بعضی از ریسورس پک ها حساسن به این موضوع که زیادی پایین باشن یا زیر ریسورس پکی باشن، حساسن در واقع. الان ایم من تغییر کرد، مثل مال بدوارز پلیرها شد. نورم میده بالی. یا اگه که مثلا بخواید شما یک دونه، اجازه بدید من تورچ رو بردارم از دستم، شما اگه بخواید یه دونه بلاک رو بذارید دیگه لازم نیست مثل بدراک اینجوری یه دونه بذارید. اینجا رو وقتی که میگیری روش دیگه گرفتی روش دیگه ول نمی‌کنه. این همچین اتفاق خاصی، این اتفاق خیلی برای بیگلر عالیه و اینم برای سروایور پلیرها و هاردکور پلیرها خیلی خوبه. این داینامیک چیز نیو گلوینگ اور هستش اسم ریسورس پک.
و خیلی به کارتون میاد. حتی وقتی که افتاده هم داره نور میده. مثلا مشخصه که اون آیرونه، اون ردستونه، اون بغل ردستون هم کوله، اونم که دایمنده. و لانچر خیلی باحالیه. اینا ریسورس پکاش هم که هستش دیگه. به به، اینم از خورشید که با ریسورس پکی که ریختم گرد شده، از اون حالت مربعی زشت اومده بیرون. آقا من شرط میبندم زیر این یه دونه چیز هستش، سیدشو بگیریم. بچه زیر همین جایی که اسپان میشیدم یه دونه روین پورتال وسایل باری داره. من اسلش سید میزنم، اگه دوست داشتید برید بردارید دیگه. این از سید این مپه. زیر اینم به احتمال زیاد یه دونه انشن سیتی هست. اون ورش هم که فارست جانگل نه جانگل نیست، فارست خالیه. این ورم که دوتا اسپروس داره. ویلیج فکر نکنم این اطراف باشه، نه فکر نمی کنم. ولی زیر اینجا حتما یه دونه انشن سیتی هست. حالا اسپکتیتور کنیم اسلش گیم مود اسپکتیتور. خب آقا ما اسپکتیتور شدیم. یا خدا، برو پایین. مانشفت داره. آقا کلک نزن، برو. آقا من شرط میبندم اینجا انشن سیتی هم هست. دیدی گفتم دیپ دارک، ولی انشن سیتی نیست. دیپ دارک دیگه، شما قبول کنید آقا. بغل دیپ دارک ها معمولا انشن سیتی هست. دایمن. بله بچه دیدید از چه فاصله ای من اون دایمن رو تونستم تشخیص بدم. یا ردستون ها خیلی زایه است. اونجا هم که گلده. دایمند لپیز، خیلی ریسورس پکی باحالیه. بله ردستون ها از اینجا معلومه، اون بازم دایمند. خلاصه سید خیلی خفنیه. خودم زدم بچه ها، نگرفتم از کسی. شما هر جای دنیا که برید این سیدو بزنید، هر جای گوگل پیدا نمی کنید. حتی از زیر آبم اورا مشخصم. در حالت عادی اینطوری نیست. قرار بود ویدیو در مورد این لانچر باشه، ولی بیشتر در مورد در واقع چی میگن ریسورس پک ها شد. به همه چیز مشخص. آقا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. جوین کانال که نیست دیگه، در واقع گپه. جوین گپ تلگراممون هم بشید، لینکش توی دیسکریپشن هست. میتونید اونجا حرف بزنید، جارت حقیقت بازی کنید یا هر چیزی که دیگه شما خودتون دوست دارید. فقط اگه فوش ببینم بند میکنم. آقا فوش ناموسی به هم دیگه ندید. البته اینجا جاش نیست که بگم، تو همونجا توضیح میدم. آقا تا درودی دیگر، بدرود.